رای خود گم کردیم. ما چرا رای گم کردی؟ اما هر عالمی را که میبینی که اسقاط خور است، در بدعتا غرق است، در خرافات غرق است، پیر پرست است، در پای پیر مندازه خدا، شب و روزش فقط و فقط به خاطر شکم میدهش زحمت میکشه، بر ذات دولت و بر ذات مردم کار میکنه. هر چی که از شکمش آمد فتوا میده، ترکش بکو، علاج بده، رای خود پیدا میکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در آخر زمان علم از بین میره، جهل زیاد میشه، عرج و مرج میخیزه. علی رضی الله عنه میگه یا رسول الله، رای بیرون رفت از چیست؟ رای علاج از این با چیست که در تو راه مردم رای خود پیدا کنن؟ میگه حالا من علاجش میگم، کتاب الله و سنت خودم، سنت رسول الله. رای بیرون رفتش کتاب الله و سنت رسول الله. و امروز شما میبینید همه امکانات وجود دارد، تمام تفاسیر ببینید به انواع مختلف و فارسی ترجمه شده، به زبان‌های مختلف ترجمه شده. احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و صحیح بخاری، صحیح مسلم در تلفن است. تو چرا رای خود گم میکنی؟ خب خیلی دنبال کی را بگیریم؟ گفتم براتون، دنبال عالمی را بگیرید، دنبال مولوی صاحبی را بگیرید که فقط و فقط به خاطر الله سخن میگه، فقط و فقط از کتاب الله و سنت رسول الله سخن میگه، از هیچ کسی نمیترسه و هر لحظه مرگ در نظر داره و هر لحظه از الله طلب شهادت میکنه. به دنبال از اونو برید. راه پیدا شد، راه حل شد. وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كل